دوستان روزتون بخیر باشه. امیدوارم اول هفته خیلی خوبی شروع کرده باشین. چه سوالای خوبی پرسیدین تو اون باکسی که گذاشتم. بهتون قول میدم که به تک تکش جواب بدم. همشون هم جوابای دقیق و خوب. خیلیاش تخصصیه که حالا نمیدونم، باید فکر کنم که این تخصصی ها رو چجوری بگم که حوصلتون سر نره، استوریا زیاد نشه یا تایم ویدیو زیاد نشه. اما به همه استوریا جواب میدم. بین اسلایدهای استوریای روزمون جواب پیام رو میدم، روزی یه دونه یا 2 تا. امروز هم سوال راجع به مالیاته که جواب میدم، ما رو دنبال کنیم. خب دوستان عزیزم، طبق متنی که براتون گذاشتم مالیات روی اجرت و سود محاسبه میشه. حالا یه خورده دقیق‌تر بخوام بهتون بگم، قبلا مالیات روی مبلغ طلا، اجرت و سود بوده که گفتن طلا یه کالای سرمایه‌ای، یه کالای مصرفی نیست، بنابراین بیایم مالیات رو روی خود مبلغ طلا برداریم که از 13 دی 1400 این قانون جدید وضع شد که مالیات فقط روی اجرت و سود باشه. یه مشکلی که ما با بعضی از مشتریامون داریم دقیقا اینه که مگه مالیات برداشته نشده؟ چرا شما مالیات میگیرین؟ نه، مالیات روی قیمت خود طلا برداشته شده و بدونین که مغازه‌ای مثل ما، طلا فروشا یا طلا سازا، علاوه بر مالیاتی که ما از شما میگیریم که روی اجرت و سود هست، اینو سر سال یا هر 3 ماه یه بار باید به اداره امور مالیات پس بدیم. یه مالیات دیگه هم از خود مغازه گرفته میشه که از اون سود 7% هست، یعنی ما 2 تا مالیات میدیم. پس نیاین بگین که مالیات حذف شده، چرا داری مالیات میگیری، نمیدونم فلانجا مالیات نمیگیره. نه، اینطوری نیست، همه اینجا مالیات میگیرن، باید مالیات بگیرن چون باید مالیات بدن. خب حالا شما شاید بگین که خب همون شد، ما مالیات میدیم، پس چرا میگم مالیات حذف شده؟ نه، اگر شما قبلا 9% مالیات روی اجرت و سود و مبلغ طلا میدادین، الان چون مبلغ طلا کم شده ازش، نسبت به اون میشه 2%. یعنی شما الان 2% دارین مالیات میدین و خیلی به نفع خریدار هستش. اگر استوریای امروز رو دوست داشتین، برای من حتما قلب بفرستین، یه استیکر بفرستین، من انرژی بگیرم و بقیه سوالاتونم به همین خوبی جواب بدم. مرسی.